روز 9 سپتامبر دو خبرنگار نشریه افغانی اطلاعات روز خبر دادند که اثنای تهیه گزارش از اعتراض در شهر کابل از طرف طالبان بازداشت و شکنجه شدند. روز متاسفانه ما خاطر پوشش تظاهرات رفته بودیم، تظاهرات که زنها برگزار کرده بود و در اونجا نیروهای طالبان در حوزه 3 ما و همکارم را با خود بردند در حوزه و مورد شکنجه قرار دادند. در صحبت با خبرگزاری ونا، تقی دریابی که محرر ویدیوی اطلاعات روز است، اذیت در بازداشتگاه را نقل کرد. نزدیک به 10 دقیقه همین رقم 7-8 نفر به جان ما تا که زور داشتن میزدن، این با آخرین زور خود چوبر بالا میکرد میزد به جان. بعد از اینکه بسیار ما را زدن دیدم که از حال رفتیم و یعنی ما کاملا بی‌حال شدیم. ما را از اونجا بالا کردن بردن که زندانی کنن یا که سلولا به اونجا یک چند نفر دیگه برد. اعتراض 8 سپتامبر پس از اشغال استحکام مخالفین حکومت طالبان ولایت پنجشیر دایر شد. دریابی همراه با نعمت نقدی بازداشت و از طرف طالبان لطوکوب شده بود. هرچی داد و بیداد میکردم که من نکردم، با من خشونت نکنی. من خبرنگار هستم، اهمیت نمیدادن. اتفاقا مسخره میکردن که خبرنگار هستی، فیلم پخش میکنی، تظاهرات گسترش میتین. من فقط داد و بیداد میکردم. تمام طالبایی که آمده بودن برای زدن من همه همسن و سال من بودن، از من پایین تر، حتی 18 ساله 17 ساله، بسیار جوان بودن، آمده بودن که مرا بزنن. سرمحرر نشریه اطلاعات روز زکی دریابی میگوید شکنجه روزنامه‌نگاران پیام دهشتبار بر رسانه‌های افغانستان است که طول 20 سال اخیر اساساً با کمک دانارهای ممالک غربی پایه‌گذاری و رشد نمودند. یک مقامدار طالبان که نخواست نامش آشکار شود وعده داد که هر حمله به خبرنگاران مورد تحقیق قرار خواهد گرفت. دریابی و نقدی اذیت دیده از جامعه جهانی خواستند که به حمایت از خبرنگاران افغان صدا بلند کند. وقتی اینا بیاین مثلا با خبرنگاری رقم با خشونت رفتار کنن، تقریبا این کار خبرنگاری ممکن است تو چند وقت دیگه از افغانستان جمع شد. بسیار بد است، آزادی بیان این چیزا از بین میره دیگه. خواست ما از طالبایی نمیست که خب در قبال امنیت و صحت خبرنگاران احساس مسئولیت کنن. به خبرنگارا احترام بگذارن، به آزادی بیان، به آزادی رسانه ها احترام بگذارن. این خواست ما است از جامعه بین المللی، حداقل یک حرکت انجام بدن، یک تقاضای انجام بدن، یک فشار روی حکومت امارت اسلامی بیارن که دیگر بعد از این خبرنگار شبیه ما لطوکوب نشوند. بعد معاینه و معالجه در شفاخانه، طبیبان دستور دادند که دریابی و نقدی کمش 2 هفته استراحت کنند.